روزی دو جوان در حال قدم زدن در صحرا چاهی دیدند عمقش ناپیدا، بران شدند که با شیوه علمی عمقش را تخمین همی زنند. تخت سنگی در نزدیکی بود، کشان کشان و عرق ریزان و نفس نفس زنان سنگ را به قعر چاه درافکندند. دقیقه طول کشید تا صدای آن به گوش رسید. در همین اثنا بزی با سرعت خیره کننده به درون چاه پرید. در تلاش حل این معما بودند که چرا چنین کرد که چوپانی سر رسید و گفت بز منو ندیدید؟ گفتند ما یک بز دیدیم که با سرعت به داخل چاه پرید. چوپان گفت نه، این نمیتواند بز من باشد، من بزم را به تخت سنگی بسته بودم. آدم بسیجی هم که باشه ها، مغز همون بزرم خورده باشه باز میفهمه که ناکس تو داری عزواری میگی که از این طرف نفس زنون تخت سنگ برجام و بعد از اینکه 10 دفعه خورده تو سر کله خودش میندازه تو چاه میگه غنی سازی میکنیم. از اون ور اون ریش بزی نظامو میرفسه دو چاه دنبال همین. خجالت بکش دیگه، اون بزو نمیشه برگردون، تو رو که میشه برگردون. از 18 شخص که سنگین‌تر نیستی، یه دنده عقب بگی بینم یه بار دیگه برنامه رو از اول شروع کن. ناکس. با تشکر از محضرتون به خاطر راهنمایی. 10 دفعه گفتم من محضردار نیستم. برنامه رو درست نبود شروع میکنی به زبون خوش یا نه؟ عدس سر. روزی جوانی نزد شیخ رفت و گفت یا شیخ عرضی دارم و عرضش را گفت. شیخ گفت حالا طولت را هم بگو. جوان طولش نیست بگفت. شیخ آن دو را در هم ضرب کرد و مساحت جوان را اندازه گرفت. باریکلا، خوشم اومد. الان هر بسیجی هم فهمید که با این پرت و پلاگویی اشارت به بزرگ پرت و پلاگوی نظام یعنی سلامیه که مونده بیخیریش عضما. همه رو اف بی آی میگیره، ما رو این گروه با قندلی گرفته. ناکس. دکتر جون زدی به خال. این مشنگ گفته شکست کرونا به خاطر طرح تجسس خانه به خانه سپاه. آره تو یه جمله 4 تا غلط، ولی این وسط حواست باشه تو زیادی داری خودمونی میشی یا که برات خطر جانی داره. حالا ما شدیم دکتر جون. ناکس خاکندازم دسته داره، اون وقت تو زورت بیاد یه آقایه بزنی سر اون دکترت که میگی. جناب آقای دکتر عزیز و گرامی و عالی جناب بزن بهادر، دعوای داخلی نظام به بد جاهایی کشیده. الان این یارو که 20 سال معاون قالیباف بوده رو کردن تو هلفدونی. داعش جهانگیری رو که 4 سال براش بریدن. جهروی هم که رو سکو تو نوبته. با همین فرمون بریم دولت و دورورش تموم میشن. آقای دکتر مجبور میشیم بریم چین مقامات وارد کنیم. نه ترس، به اونجا نمیکشه که بخوام از چین وارد بکنیم. ممنون که خیالمون راحت کردین که کار به اونجا نمیکشه. آخه از این وری نگفتم که خیالتو راحت بکنه، از اون وری گفتم که خیالتو ناراحت بکنه. یعنی نظام به اونجا نمیکشه. یه کلابی طوری بهت بگم، کتلت شدن سلیمانی و فخریزاده خودش یه طرف، بلاهایی که بعدش سر نظام میاد که همه میفهمن نای انتقام سخت نیست، از خودش بدتره. ولی اون همیشه میفهمودم از بهادر عرض میکردم بله میفرمودن که به گوسفنده گفتن از اینکه سرتو میبرن خیلی ناراحتی، گفت نه سربریدنش چیزی نیست، تحمل میکنم. زایش اون مشتایی که موقع پوست کندن میزنن تو شکم باد کردن. آی دکتر همون بسیجیه که مغز همون بزو خورده بود هم فهمید چی دارین میگین؟ آره میخوام بگم یه جایی آدم هرچی بیشتر صحبت بکنه اوضاع داغونش بیشتر لو میره. اولای برجا با یه جست و پوزی میرفتی واسه مذاکره، الان که همه فهمیدن دستمون خالیه دیگه همون حرفا رو به اون نمیزنم. من همیشه میفهمودم از بهادر عرض میکردم بله میفهمودم یارو رو پیش فالگیر گفت پدرت خیلی دوستت داره. حالا گفت پدرم خیلی وقت فوت کرده. گفت خب پس مادرته. گفت ایشونم عمرشو داده به شما خیلی وقته. گفت عمویی خاله‌ای چیزی نداری اون دوستت داره. یارو گفت نه والا هیچکی رو ندارم. فالگیره گفتش که خب تو که فال لازم نداری تا بفهمی که چقدر بدبخت بیچاره‌ای، مرد شور این زندگی تو ببرن. دکتر سب کافر رو شرط کنم بعد برو سر آقای دکتر. ولی گفتین مرد شور یاد مقام مخفی نظام افتادم که غسال حاج مصباح شد. تو که همه بدبختی های نظام رو یه جمله‌ای لو دادی که ناکس. من که چیزی نگفتم. چرا دیگه اولا گفتی که هیچکی حاضر نمیشه اینا رو بشوره، باید غسال خصوصی داشته باشن. دوم اینو که تا حالا قرار بود مخفی باشه لو دادی. سومندش این که کارش مردشویی نیست، کارش پولشوییه. مقام میشوره
مقام میگیره پولاش هم اون وسط رد میکنه میره. متاسفانه همه هم میگن کاروبارش قرار سکه تر هم بشه. آره. بحث کاروبار سکه شد، یاد چین افتاده و واکسن چینی. از چینیا کلافم صحبتشون رو نکن. من فکر کنم خودشون هم حرفای هم دیگه رو نمیفهمن ناکسا. الکی سر تکون میدن که مثلا آره فهمیدیم، میخوان آبروداری کنن. آی دکتر، انتخابات که تموم شد، یه طوری هم خود تو سرمون که هنوز درد میکنه. هی گفتن صبر کنین انتخابات که بشه، بعدش تحریما لغو میشن و مقام ما میشه سوگلی آمریکا. الان که بدتر داره میشه. اول صبر کن. همه اونایی که میگفتن کلید دستشونه، الان که کلید تو قفل شکسته اومدن آویزون ریش عضما شدن که یه کاری برامون بکن. برامون ببین همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردن، بله میفرمودن طرف یه مریض میشد میرفت پیش دعانویس، گوشش هم به این حرفا بدهکار نبود که بابا این رنبال بازی ها رو بذار کنار. تا اینکه یه روز خودش مریض شد، رفت خونه دعانویس، دید بچه میگه که بابام دعانویسه مریض رفته دکتر. تا فرقش اینه که تو نظام دکتر نداریم غیر از من، تازه رفتن پیش دعانویس، ولی کل قضیه رو عوضی گرفتی. من انتخابات آمریکا رو نمیگفتم، انتخابات نظام. اینو فعلا داشته باش که بعدا با هم حساب میکنیم. آگه تو واسه چی بی موقع روشن میکنی؟ بی موقع نبود. پسره یه چک از باباش خورد، گفت واسه چی میزنی؟ گفت فعلا نمیدونم، ولی بعدا اگه یه غلطی کردی بگو نزنمت که بی حساب بشیم. حالا برگرد سر انتخابات تا ربطشو بفهمی. آها، الان فهمیدم. شما دارین انتخابات خود نظام رو میگین، یعنی واکسن رو نگه داشتن برای اون موقع که میخوان آدما بکشن پای صندوق و اونجا بهشون واکسن مجانی بزنن. بی حساب شدیم هیچ. سب کبینم بی حساب که شدیم هیچ. باید 3 تا اضافی بخورین. آکس که اینطوری لو میدی همه چی رو. من چه چیزی رو لو ندادم؟ این همه میگن انتخابات میخواد بشه بهار آینده. یه واکسنی بهت بدارم، واکسن سلامی که از نظامه. بخور نبطنه.